پسره انقدر دیر رفته خواستگاری، در مراسم خواستگاری دیده مادر دختره قبلا دوست دختر خودش بوده. به چقدر دیگه دیر رفته، چقدر ناگهان زود دیر بشه. خیلی متشکرم. الان دیگه کار از زیر ابروی پسرا گذشته. انقدر اوضاع خرابه، پسر توی مترو برای یه صندلی خالی خودشو زده به حاملگی. مثلا ارزش داره واقعا؟ عجیبا غریبا. صحبت از گشایش بخت بود. مادرش به دخترش گفت دخترم بالاخره بخت دختر خالت باز شد. گفت چطور مامان؟ گفت یه تک پسر اومده خواستگاریش، فوق دکترای اقتصاد، مولتی میلیاردرن، در ایران و در اروپا شرکت بازرگانی دارن، در اقصا نقاط خوش آب و هوای ایران ویلا دارن، ماشین چی داره. همینطور میگفت، دخترم گوش میداد. صحبت‌های مادر که تموم شد، دخترش گفت مامان بخت دختر خاله نسرین باز نشده، اون دیگه قشنگ بختش جر خورده. انشالله که بخت همه تون جر با جر بشه و همیشه خوشبخت بشین.